خب همه چیز از اونجایی شروع شد که یه روز توی زنگ ورزش کلاس هشتمی که از بچه‌هامون که اسمش کیان بود لباسشو در آورد و اونجا دیدم که چقدر بدنش خوبه، دیدم که سیکس پک داره، دیدم که جوری رگاش زده بیرون و همه بچه‌ها داشتن دورش جمع شده بودن، داشت تعریف میکرد آره من میرم باشگاه، من نمیدونم فلان میکنم، فلان دختره بهم پیام داده، از عکسم خوشش اومده و اونجا یه حس کوچیک بودن، یه حس ضعیف بودن، یه حسادت خیلی زیاد که تا حالا تو زندگیم تجربه نکرده بودم تجربه کردم و تو اون لحظه یه چیزی داخل من بیدار شد، انگاری که من دلم میخواست اونجا جای کیان میبودم. پس اونجا تو اون لحظه من تصمیم گرفتم که شروع کنم برم باشگاه. سریع باشگاه پیدا کردم، ثبت نام کردم و شروع کردم باشگاه رفتن. یه 2-3 هفته رفتم، یعنی مثلا هفته یه روز میرفتم یه روز نمیرفتم و همینجوری گذشت تا بعد از 2-3 هفته تسلیم شدم، بیخیال شدم، دیگه ادامه ندادم. همون جایی که شروع کردم باشگاه رفتن دوستام شروع کردن میگفتن آره تو جوگیر شدی، نمیدونم فلان کن، باشگاه رفتن مسخره است، بیخیال شو، بعد از چند وقت ول میکنی. و خب شاید یکی از دلایلی که بعد از 2-3 هفته ول کردم همون حرفای بقیه بود، ولی اون حسی که من بعد از دیدن بدن کیان پیدا کردم چیزی نبود که با این چیزا بخواد حس الکی نبود که به همین راحتی بخواد از بین بره. بعد گذشت، تابستون اومد و کلاس نهم که شروع شد من دوباره شروع کردم باشگاه رفتن. بعد از 3-4 ماه فکر کنم که میرفتم باشگاه کرونا اومد و حالا دیگه همه مجبور بودن تو خونه باشن. از بهانه هم جور بود دیگه، از جمله خودم که آره باشگاه‌ها تعطیل، نمیتونی بری باشگاه، بیخیال شو اصلا فلان. ولی بازم من رفتم 2 تا دمبل از دیجیکالا سفارش دادم، یه برنامه تمرین تو خونه پیدا کردم، از این برنامه‌ای که تو گوگل پلی هست که برای تمرینای بدون وزن است دانلود کردم، تو خونه تمرین می‌کردم اون مدتی که کرونا بود و بعدم که کرونا تموم شد دوباره شروع کردم باشگاه رفتم. الان از اون موقع تقریبا 7 سال میگذره و تو این 7 سال من خیلی چیزا یاد گرفتم که دلم میخواد حداقل یه سریاشو توی این ویدیو بتونم بهت یاد بدم که شاید اگه داری به باشگاه رفتن فکر می‌کنی، شاید اگه یه کیان توی زندگیت هست که بهت حس حسادت داده، بهت حس کوچیک بودن داده، شاید بتونی با دیدن این ویدیو یه سری از اون احساساتت رو درست کنی. شاید خیلی محتوا و ویدیوها و پست‌های اینستا و پینترست و یوتیوب و اینا دیده باشی که آره می‌بینی یه فردی که بدنش خوبه میره جلوی بقیه، همه میان دور و برش جمع میشن، ازش عکس میگیرن، چه میدونم دخترها بهش پیام میدن، ازشون خوششون میاد، بعد وقتی وارد جایی میشه مردا بهش احترام میزنن. شاید الان با خودت داری میگی اینا واقعی نیست، شاید همش الکیه، شاید هیچ تأثیری نداشته باشه و خب با تجربه دارم بهت میگم که تقریبا 90% اون چیزایی که میبینی همش واقعیه. یعنی وقتی تو میری باشگاه و هیکلتو درست میکنی، هم وقتی وارد جایی میشی بهت بیشتر احترام میذارن، هم دخترها واقعا بیشتر ازت خوششون میاد، هم اعتماد به نفست میره بالا، زورت بیشتر میشه و حالا اون بخش سلامتیش هم هست که خیلی مهم نیست، ولی کل زندگیت از این رو به اون رو میشه. و یه چیز دیگه هم بگم که 70% ظاهرت هیکلته. یعنی حتی دیدم کسایی که شاید از نظر خودشون قیافه خیلی جذابی نداشتن ولی بعد از اینکه شروع کردن باشگاه رفتن، بعد از اینکه هیکلشون رو ساختن، تغییراتشون تو زندگی دیدن. حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیات شم ولی فقط بگم که پیامایی که دخترها بهشون میدادن و میومدن به من نشون میدادن و من واقعا تعجب میکردم که چقدر راحت همه چیز بعد از اینکه میری باشگاه. و حالا اگه تصمیم گرفتی که واقعا باشگاه رفتن رو شروع کنی و الان نمیدونی چه باشگاهی بری، شاید نمیدونم چند تا ویدیو دیدی از UFC و دلت میخواد حالا بری باشگاه رزمی، چند تا ویدیو دیدی از هادی چوپان میخوای بری بدنسازی و نمیدونی که بین مثلا TRX بین بدنسازی رزمی کدوم انتخاب کنی، بذار بهت بگم که اون هیکلی که مد نظر توئه با هیچ ورزش دیگه‌ای به جز بدنسازی به دست نمیاری. شاید بری رزمی مهارت یاد بگیری، شاید چه میدونم بری کراسفیت هوازیت خوب شه، ولی اون عضله سازی که بدنسازی داره رو هیچ ورزش دیگه‌ای نداره. و من دقیقاً میدونم چه بدنی مد نظر توئه، اون بدن فقط با بدنسازی به دست میاد. شاید یکم مسیر سختی باشه ولی خب ارزشش رو داره قطعاً. تو با یه گروه آدم آشنا میشی که همشون هدفهای مشترک دارن، با خیلیاشون شاید خیلی 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 صمیمی بشی و تبدیل به برادرات بشن
و یه راهی پیدا میکنی که اون عصبانیت، اون افسردگی، اون تاریکی که درونت هست رو تبدیل به یه چیز مفید بکنی. من اینم بهت بگم که بدنسازی زیربنا و ستون اصلی مسیر پیشرفت تقریبا 99% آدماییه که میشناسم. منظورم کسایی که واقعا دنبال پیشرفتن و دارن یه کارهایی برای زندگیشون میکنن. اگه تو به هر موفقیتی برسی، تو درس، تو کار، تو پول، تو روابطت، توی چه میدونم، تو هر چیزی، ولی به اون پتانسیلی که بدنت داره و میدونی میتونی بهش برسی نرسی، همیشه حس میکنی که یه چیزی کمه، یه جای کار میلنگه تو زندگی. و بزرگترین بهانه‌ای که میشنوم میگن که خیلی طول میکشه. بذار اینجوری بهت بگم که برای رسیدن به اون بدنی که تو مد نظرته حداقل بین 2 تا 3 سال زمان لازمه. تا 3 ماه اول که میری باشگاه خودت یه سری تغییرات رو بدنت میبینی، تا 6 ماه بقیه شروع میکنن تغییرات رو میبینن و از بین 1 تا 3 سال به اون نتیجه‌ای که دلت میخواد نزدیک میشی. پس تو 3 سال در نظر بگی. 3 سال اگر بری باشگاه به اون بدنی که بخوای میرسی. 3 سال خیلی زمان زیادیه، خیلی طولانیه. این که بخوای هفته‌ای حداقل 3-4 بار هر جلسه مثلا 2-3 ساعت بری باشگاه و بعد بخوای به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی، خیلی میگن ارزشش رو نداره. تو 3 سال دیگه میتونی یا همین جایی باشی که همین الان هستی، که وقتی میری جلو آینه از خودت متنفری، که اعتماد به نفس نداری، که اون چیزی که میخوای رو به دست نیاوردی، یا میتونی 3 سال دیگه اون جایی باشی که دلت میخواد. پس بذار زمان بگذره. زمان در هر صورت قراره بگذره. پس تو یا میتونی با گذشتن زمان به هدفت نزدیکتر شی، یا میتونی همون جایی که هستی وایستی. یه بهانه دیگه ای هم که کمتر میشنوم اینه که اگه برم باشگاه مسخرم کنن چی؟ اولا این که هیچ کدوم از اون آدمایی که فکر میکنی، هیچ کسی که واقعا تو باشگاه بدن خوبی داره، گنده است، تمرین میکنه، اون آدما هیچ وقت نمیان بقیه رو مسخره کنن. فقط کسایی تو باشگاه مسخره میکنن بقیه رو که خودشون یا هیکل خوبی ندارن یا از خودشون متنفرن. پس نگران مسخره شدن تو باشگاه نباش. من خودم وقتی میرم باشگاه، اگه یه آدم چاق ببینم که داره تمرین میکنه، به اون آدم چاق خیلی بیشتر احترام میذارم تا یه پسری که چه میدونم تو خونه نشسته لاغره ولی چون هیچی نمیخوره، ژنتیک خوبی داره، مثلا سیکس پک داره. من به اون آدم چاقی که میاد باشگاه خیلی بیشتر احترام میذارم. پس امیدوارم تونسته باشم حداقل یه سری از بهانه‌هایی که داری از ذهنت حذف کنم و شاید یه انگیزه‌ای بهت بدم که شروع کنی باشگاه رفتن، چون واقعا ارزششو داره و واقعا به اون چیزی که می‌خواید میرسی. اگه سوالی دارین که می‌خواین جوابتون رو بدم یا دربارش ویدیو درست کنم، توی کامنت‌ها برام بنویسین و تا ویدیوی بعدی فعلا.